فرض کن تو کشوری زندگی میکنی که پول ملیش اونقدر قدرتمنده که یه کارگر ساده اونجا از یه دکتر ایرانی بیشتر درآمد داره. حالا تصور کن نه تنها مالیات نمیدی، بلکه دولت بهت ماهیانه یارانه نقدی چند هزار دلاری هم میده. عجیب‌تر این که تو این کشور حتی گداها هم گاهی ماشین لوکس سوار میشن. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. کشور کوچیک در جنوب غربی آسیا با جمعیتی کمتر از تهران، اما با اقتصادی بزرگتر از خیلی از کشورهای پرجمعیت منطقه. کویت از شمال با عراق، از جنوب با عربستان و از شرق با خلیج فارس و ایران هم مرزه. این کشور یکی از بزرگترین صادرکننده‌های نفت دنیاست و بخش عظیمی از اقتصادش رو همین نفت میچرخونه. کویتی ها به طور میانگین ماهیانه چندین هزار دلار حقوق میگیرن، حتی اگه کار رسمی هم نداشته باشن. دولت با یارانه و سهمیه های مختلف حمایتشون میکنه. دینار کویت قوی ترین پول دنیاست و این یعنی ارزش مالی شما در این کشور چند برابر کشورهای مثل ایران میشه. معضل ازدواج و زنان مجرد. شاید باورت نشه، اما دولت کویت برای تشویق مردها به ازدواج با زنان مجرد یا متعلقه حتی پیشنهاد پرداخت 15,000 دلار جایزه را هم مطرح کرده. دلیلش آمار بالای زنان مجرد بالای 35 سال در این کشور. بعضی از کویتی ها حتی به فکر واردات دامادهای زیبارو از کشورهای اسلامی افتادن. یه راه عجیب ولی واقعی برای گرفتن اقامت کویت ازدواج با زن کویتی مطلقه است. البته نه بدون شرط و شروط. نکته جالب اینجاست که کویتی‌های بومی در کشور خودشون اقلیت هستن. 70% جمعیت کشور مهاجرن. از ایرانی و پاکستانی گرفته تا بنگلادشی و فیلیپینی. خیلی از همین مهاجرها کارهای خدماتی و فنی انجام میدن، ولی باز هم نسبت به کشور خودشون شرایط مالی بهتری دارن. مثلا یه مهندس برق در کویت چند برابر یه مهندس در ایران درآمد داره. زندگی در کویت گرونه. هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره حدود 3,000 دلاره، در حالی که این عدد تو ایران حدود 1240 دلاره. اما چون درآمد مردم خیلی بالاه، این گرونی براشون قابل تحمله. از طرفی هیچ مالیاتی بر درآمد شخص وجود نداره. ساعت کاری معمولاً از 9 صبح تا 6 بعد از ظهره. جمعه ها تعطیله و در ماه رمضان ساعت کاری کمتر هم میشه. کویت در قرن 17 به عنوان دهکده ماهیگیری شروع به کار کرد، ولی کم کم تبدیل به بندری مهم شد. خاندان آل صباح از قرن 18 به قدرت رسیدن و این کشور در سال 1961 از بریتانیا مستقل شد. کویت در جنگ اول خلیج فارس توسط صدام حسین اشغال شد و چاه‌های نفتش به آتش کشیده شد. فاجعه‌ای که هنوز هم آثارش در ذهن مردم باقی مونده. کویت فقط نفت و ثروت نیست. این کشور یکی از بزرگترین اپراهای خاورمیانه رو داره. دومین میدان بزرگ نفتی جهان در کویته. برج‌های معروف کویت هم یکی از جاذبه‌های توریستی اصلی هستند. حتی تو کویت مسابقات شترسواری با شترهای کنترل شونده توسط ربات برگزار میشه. کویت کشور تضادهاست. از یه طرف ثروت بی حد و حصر، از طرف دیگه محدودیت‌هایی در مهاجرت و اقامت. کشوری با هوای گرم و خشک ولی زندگی لوکس. حالا به نظر تو اگه فرصت مهاجرت به کویت رو داشتی، حاضر بودی بری؟ نظر تو حتما برام کامنت کن. و اگه دوست داشتی با قوانین کشورهای دیگه هم آشنا بشی، حتما ویدیوهای ما رو ببین. سابسکرایب یادت نره. تا ویدیو بعدی، بدرود.